أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید کتاب الصلاة علی رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی کتاب در مسئله درود و صلوات فرستادن بر رسول الله صلی الله علیه و سلم. امام نووی رحمه الله برای درود بر رسول الله صلی الله علیه و سلم فرستادن یک آیت و چندین حدیث ها را برای ما و شما تقدیم می کند و همچنین چی طور باید بر رسول الله صلی الله علیه و سلم صلوات بفرستیم، با چه لفظها اونها را هم در زیر این باب بیان خواهد کرد. اولین آیت که امام نووی رحمه الله می آورد میگوید که قال الله تعالی، یعنی الله جل جلاله گفته است در سوره احزاب آیت 56: ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. به تحقیق الله و ملائکه های الله صلوات و درود میفرستند به پیغمبر صلی الله علیه و سلم. یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. الله جل جلاله میگوید ای آن کسانی که ایمان آوردید، صلوات بر پیغمبر و درود بر پیغمبر علیه الصلاة و السلام بفرستید و سلموا تسلیما، و سلام کنید سلام کردنیه. الله جل جلاله در این آیت ما و شما را خبر کرد که الله خودش بر رسول الله صلی الله علیه و سلم درود و صلوات میفرستد، یعنی درود و صلوات از جانب الله برای پیامبر صلی الله علیه و سلم. این تعریف و توصیف پیامبر صلی الله علیه و سلم در نزد ملائکه هاست که الله جل جلاله منزلت و جایگاه و شأن و شرف محمد و رسول الله صلی الله علیه و سلم را در نزد ملائکه ها توصیف میکند و صلوات و درود ملائکه ها بر رسول الله صلی الله علیه و سلم این استغفار می باشد و صلوات و درودی بندگان مسلمانان بر رسول الله صلی الله علیه و سلم لفظهای معین می باشد، به مثل اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. به مثل این لفظهای معین ما میتونیم بر رسول الله صلی الله علیه و سلم صلوات و درود بفرستیم. این بود اولین آیت که الله جل جلاله در این آیت ما و شما را امر میکند برای صلوات فرستادن. و حکم صلوات فرستادن بر رسول الله صلی الله علیه و سلم گوناگون است. در بعض حالتها واجب و در بعض حالتها سنت می باشد. هر کسی که نام رسول الله صلی الله علیه و سلم را میشنود باید بر رسول الله صلی الله علیه و سلم درود بفرستد، این واجب است. یا در نماز خواندن بر رسول الله صلی الله علیه و سلم بعضی علما میگویند واجب است صلوات فرستادن، بعضیشان میگویند سنت است صلوات فرستادن بر رسول الله صلی الله علیه و سلم. پس صلوات فرستادن حکمهای گوناگون و مختلف دارد، بعضی حالت واجب و در بعضی حالت سنت می باشد. اکنون میگذاریم در قسم حدیث های این باب، این کتاب درود و صلوات بر رسول الله صلی الله علیه و سلم. اولین حدیث این
کتاب حدیث 1396 کتاب ریاض الصالحین هست. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1396 کتاب ریاض الصالحینش میگوید: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما انه سمع رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، یعنی از عبدالله ابن عمرو ابن عاص رضی الله عنهما روایت است که هر آینه عبدالله ابن عمرو ابن عاص شنیده است از رسول الله صلی الله علیه و سلم که رسول الله صلی الله علیه و سلم می گفتند: من صلی علی صلاة، رسول الله میگوید هر کسی که درود و صلوات بفرستد بر من یک بار، یعنی یک درود اگر بر من بفرستد، صلی الله علیه بها عشرا، یعنی درود و صلوات میفرستد الله برای اون انسان 10 برابر، در برابر یک صلواتش 10 بار الله جل جلاله بر وی درود میفرستد، یعنی که رحمت میفرستد الله جل جلاله برای انسانی که یک صلوات بر رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرستد. رواه مسلم، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کرده است. پس این اولین حدیث درباره فضیلت درود فرستادن بر رسول الله صلی الله علیه و سلم است که یک درود میفرستی بر رسول الله، الله 10 رحمت برای تو ای انسان درود فرستنده میفرستد. این بود حدیث 1396 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1397 کتاب ریاض الصالحین که امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1397 کتاب ریاض الصالحینش میگوید: وعن ابن مسعود رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، یعنی از ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند: اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاة. رسول الله میگوید اول الناس بی یوم القیامت، یعنی نزدیکترین مردم به من در روز قیامت برای شفاعت کردن اکثرهم علی صلاة، یعنی همون کسی است که بر من صلوات زیادتر میفرستد. یعنی هر کسی که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم صلوات و درود زیادتر میفرستد، همان قدر بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نزدیکتر می شود. که رسول الله میگه اول الناس بی یوم القیامتی، یعنی نزدیکترین یا سزاوارترین شخص به من در روز قیامت برای شفاعت کردنم کسی است که اکثرهم علی صلاتن، بر من درود و صلوات زیادتر میفرستد. رواه الترمذی و قال حدیث حسن، این حدیث را امام ترمذی روایت میکند و میگوید که حدیث حسن میباشد. این دویم حدیث این باب همچنین درباره فضیلت درود فرستادن است که هر کسی که چقدر زیاد به چه اندازه زیاد بر رسول الله صلی الله علیه و سلم درود بفرستد، همان قدر نزدیکتر و سزاوارتر و لایقتر به شفاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم میگشته است. این بود حدیث 1397 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1398 کتاب ریاض الصالحین که امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1398 کتاب ریاض الصالحینش میگوید: وعن اوس ابن اوس رضی الله عنه قال، یعنی از اوس ابن اوس رضی الله عنه روایت است که گفت: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم،
میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند این من افضل ایامکم یوم الجمعه، هر آینه از بهترین روزهای شما روز جمعه می باشد. فاکثروا علی من الصلاة فیه، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید پس زیاد بفرستند بر من درود و صلوات در روز جمعه. یعنی در روز جمعه بر رسول الله صلی الله علیه و سلم باید صلوات و درود زیاد فرستاده شود. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید فإن صلاتکم معروضة علی، پس هر آینه درود شما، صلوات فرستاده شما معروضة علی، یعنی عرضه می شود در نزد من، یعنی نشان داده می شود و نزد من آورده می شود درود و صلواتی که شما بر من می فرستید ای مسلمانان. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه بر من نشان داده می شود. فقالوا یا رسول الله، پس پرسیده شد، پس گفتن اصحاب که ای رسول الله و کیف تعرض صلاتنا علیک و قد ارمت؟ قال یقول بلیت، میگد که ای رسول الله و چی طور نشان داده می شود به تو، عرضه می شود به تو صلوات و درود ما و قد ارمت، و واقعا که تو خاک شدگی هستی. قال یقول بلیت، گفت میگوید که بلیت یعنی که استخوانهای تو پوسیدگی است، استخوانهای مبارک در قبر پوسیدگی است. ای رسول الله صلی الله علیه و سلم چطور برای تو نشان داده می شود، چطور برای تو عرضه می شود صلوات و درود ما؟ قال، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که ان الله حرم علی الارض اجساد الانبیاء، گفت هر آینه الله جل جلاله حرام گرداندگی است بر زمین جسمهای پیغمبران را، یعنی زمین حق پوساندن و حق خاک شدن جسم پیغمبران را ندارد. یعنی زمین جسم پیغمبرها را خاک نمی کند، نمی پوساند، چی طوری که هست همون طور باقی می ماند. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم به سوال آن اصحاب این طور جواب دادند که زمین جسم پیغمبران را نمی پوساند و خاک نمی کند. رواه ابو داود به اسناد صحیح، این حدیث را ابو داود با سند صحیح روایت کردگی است. این بود حدیث 1398 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1399 کتاب ریاض الصالحین، امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1399 کتاب ریاض الصالحینش میگوید و عن ابی هریره رضی الله عنه قال، یعنی از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، ابو هریره میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند رغم انف رجل ذکرت عنده فلم یصلی علی، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید رغم انف رجل، یعنی خاکالود شد بینی مرد، مقصد از خاکالود شدن یعنی خار و زبون گشت همان کسی که ذکرت عنده، یعنی نام من در نزد اون برده می شود، نام من در نزد اون ذکر کرده و یاد کرده می شود. فلم یصلی علی، رسول الله صلی الله علیه و سلم می گوید اون مرد نام من را می شنود و بر من صلوات نمی فرستد. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم در این حدیث ما و شما را خبر می کند که خار و زبون باد آن مردی که نام رسول الله صلی الله علیه و سلم در نزدش ذکر می شود، در نزدش نام رسول الله برده می شود، اما آن مرد بر رسول الله صلی الله علیه و سلم، آن شخص بر رسول الله صلی الله علیه و سلم درود نمی فرستد. پس
رسول الله صلی الله علیه وسلم میگوید خار و زبون باد. رواه ترمذی و قال حدیث حسن. این حدیث را امام ترمذی رحمه الله روایت کردگی است و گفتگی است که حدیثی حسن می باشد. این بود حدیث 1399 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله میگوید و عنه رضی الله عنه قال، یعنی بعد از این حدیثی 1400 کتاب ریاض الصالحین ده میگوید و عنه رضی الله عنه قال، یعنی از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم. ابو هریره رضی الله عنه میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که لا تجعلوا قبری عیدا. رسول الله گفتند قرار ندهید شما قبر من را محل رفت و آمد، یعنی جای رفت و آمد، جای عید، جایی که شما رفتن و آمدن میگیرید، جایی که شما جمع میشوید. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید قبر من را عیدگاهتان، جای جمع شدنتان قرار ندهید. و صلوا علی، رسول الله میگوید شما صلوات بفرستید بر من. فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم. رسول الله میگوید پس هر آینه درود و صلوات شما بر من میرسد در هر کجایی که شما باشید، در هر قطعه زمینی که باشید، و درود و صلوات بر رسول الله که فرستید، رسول الله میگوید اون درود و صلوات شما بر من میرسد. پس رسول الله میگوید برای درود و صلوات فرستادن نزد قبر من جمع نشوید، قبر من را عیدگاه خود قرار ندهید، بلکه در هر قطعه زمین هستید، در هر کجایی که هستید، در هر کناره زمین که هستید، شما صلوات و درود بفرستید. صلوات شما بر رسول الله صلی الله علیه و سلم میرسد. رواه ابو داود به اسناد صحیح. این حدیث را ابو داود با سند صحیح روایت کردگی است. این بود حدیث 1400 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1401 کتاب ریاض الصالحین، امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1401 کتاب ریاض الصالحینش میگوید و عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، یعنی از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند ما من احد یسلم علی الا رد الله علی روحی حتی ارد علیه السلام. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید ما من احد، یعنی هر کسی که یسلم علی، یعنی سلام میفرستد بر من، الا رد الله علی روحی، میگوید الله جل جلاله روح من را باز میگرداند حتی ارد علیه السلام، تا اینکه میگوید من اون انسان سلام دهنده را سلامش را برایش بازگردانم. به خاطر سلام اون انسان سلام دهنده را جواب دادن، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید الله روح من را باز میگرداند، من اون انسان سلام دهنده را سلامش را جواب میدهم. چطوری که وقتی که به مدینه برای نماز خواندن به مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم با این نیت به مدینه می رویم، وقتی که مدینه رفتیم در زیر اون نیتی در مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز خواندن، همچنین قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم را زیارت میکنیم. در حالت زیارت کردن میگوییم الصلاة و السلام علیک یا رسول الله، یا صلات و سلام بر رسول الله میفرستیم. السلام علیک یا رسول الله گفته سلام میفرستیم. انا همین صورت در رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید الله جل جلاله روح من را باز میگرداند که من اون انسان را سلامش را باز میگردانم، یعنی جواب سلامش را
باز میگردانم. در این باره علما میگویند هر کسی که در هر قطعه زمین سلام میفرستد به رسول الله، رسول الله صلی الله علیه و سلم سلام اون را، جوابش را میگرداند. بعضی علما میگن هر کسی که در نزد قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم سلام بفرستد به رسول الله، رسول الله صلی الله علیه و سلم سلامش را باز میگرداند، سلامش را جواب میدهد. یا در این باره قولهای زیاد است. شارحان حدیث ها، شارحان محدثین درباره این قولهای خیلی زیاد دارند. رواه ابو داوود به اسناد صحیح. این حدیث را ابو داوود با سند صحیح روایت کردگی است. این بود حدیث 1401 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1402 کتاب ریاض الصالحین، امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1402 کتاب ریاض الصالحینش میگوید وعن علی رضی الله عنه قال، یعنی از علی رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند البخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علی. رسول الله میگوید بخیل کسی است که نام من در نزد اون ذکر می شود، نام من در نزد اون برده می شود، فلم یصلی علی، پس اون انسان میگوید بر من درود و صلوات نمی فرستد. پس هر کسی که در نزدش نام رسول الله را میگیرند، نام رسول الله ذکر می شود، اون انسان درود نفرستد، اون انسان بخیل است. چطوری که رسول الله میگوید البخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علی، یعنی بخیل کسی است که در نزد اون نام من برده می شود و اون انسان بر من درود و صلوات نمی فرستد. رواه ترمذی و قال حدیث حسن صحیح. این حدیث را امام ترمذی روایت کردگی است و این حدیث حسن، امام ترمذی میگوید حدیث حسن صحیح می باشد. این بود حدیث 1402 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1403 کتاب ریاض الصالحین، امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1403 کتاب ریاض الصالحینش میگوید وعن فضالة ابن عبید رضی الله عنه قال، یعنی از فضاله ابن عبید رضی الله عنه روایت است که گفت سمع رسول الله صلی الله علیه و سلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میگوید که شنید رسول الله، فضاله ابن عبید رضی الله عنه میگوید شنید رسول الله صلی الله علیه و سلم مرد را دعا میکرد در نمازش. بعد از نماز خواندنش اون مرد میگوید دعا میکرد، از الله درخواست و طلب میکرد. لم یمجد الله تعالی، اما اون مرد میگه با بزرگی الله رو یاد نکرد، یعنی حمد و ستایش و با بزرگی الله جل جلاله رو تعریف و توصیف نکرد. ولم یصلی علی النبی صلی الله علیه و سلم، و همچنین صلات و سلام بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نفرستاد، یعنی درود بر رسول الله نفرستاد. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که عجل هذا، گفت این شتاب کرده است، عجله و سراسیمه شده است این مرد. ثم دعاه فقال له او لغیره، پس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم همین مردی که بدون با بزرگی یاد کردن الله و بدون صلوات بر رسول الله صلی الله علیه و سلم فرستادن دعا و طلب میکرد، رسول الله فریادش کرد، یا غیر این دیگر مرد رو میگه فریاد کرد رسول الله صلی الله علیه و سلم. پس رسول الله گفتن که اذا صلى احدكم فليبدأ بتحمید ربه سبحانه. رسول الله گفت هنگامی که هر کدام شما خواست که دعا بکند، هر کدام شما خواستید که دعا بکنید، فلیبدأ بتحمید ربه سبحانه، پس
شروع کند با الحمدلله گفتن، یعنی که با حمد و ستایش کردن پروردگارش سبحانه و تعالی شروع بکند دعایش را، و ثناء علیه، و ثنا و ستایش بکند الله جل جلاله را. ثم یصلی علی النبی صلی الله علیه و سلم، بعد صلوات بفرستد، درود بفرستد بر رسول الله صلی الله علیه و سلم. ثم یدعو بعد بما شاء، بعد از حمد و ستایش و تعریف و توصیف و تمجید الله جل جلاله و بعد از درود و صلوات بر رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید یدعو بما شاء، یعنی دعا بکند و طلب بکند هر چیزی که میخواهد. یعنی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در این حدیث ما و شما را یاد میدهد که چیکار کنیم دعایمان زودتر قبول می شود. بهترین راه برای دعا زودتر قبول شدن این همین است که اول دستانت را که برداشتی الله جل جلاله را تعریف و توصیف و تمجید و ثنا میگویی، بعد از اون درود و صلوات بر رسول الله میفرستی، بعد از اون دعایت را شروع میکنی. در این صورت دعای تو انشاءالله مستجاب و قبول خواهد گشت. رواه ابو داود و ترمذی، این حدیث را ابو داود و ترمذی روایت کردگی است. و قال حدیث حسن صحیح، امام ترمذی میگوید این حدیث حدیث حسن و صحیح می باشد. این بود حدیث 1403 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1404 کتاب ریاض الصالحین که امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1404 کتاب ریاض الصالحین ده میگوید و عن ابی محمد کعب ابن عجرة رضی الله عنه قال، یعنی از ابو محمد کعب ابن عجره رضی الله عنه روایت است که گفت خرج علینا النبی صلی الله علیه و سلم فقلنا، میگه نزد ما آمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس ما میگه رسول الله را گفتیم که یا رسول الله، ای رسول الله، قد علمنا کیف نسلم علیک، میگه گفتیم که ما واقعا میدانیم که چی طور بر تو صلوات بفرستیم. یعنی که در نماز خواندن وقتی اتحیات رو میخونه میگیم السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، میگه ما این را میدانیم ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم. و فکیف نصلی علیک، اما چی طور بر تو درود بفرستیم؟ اصحاب پرسان شدن که ما سلام دادن به تو رو ای رسول الله میدانیم، اما چی طور درود به شما ای رسول مبارک صلی الله علیه و سلم بفرستیم؟ قال، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که قولوا، گفتند بگویید اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن این طور درود و صلوات بفرستید. این حدیث متفق علیه می باشد. این صلوات را در حدیث 1404 انشاءالله ترجمه، یا در حدیث 1406 انشاءالله ترجمه خواهیم کرد، زیرا که این حدیث تکرار می شود، این درود و صلوات. بعد از این در حدیث 1405 امام نووی رحمه الله میگوید در کتاب ریاض الصالحینش که و عن ابی مسعود البدری رضی الله عنه قال، یعنی از ابو مسعود بدری رضی الله عنه روایت است که گفت اتانا رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه نزد ما رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد و نحن فی مجلس سعد ابن عباده رضی الله عنه، میگه ما در مجلس سعد ابن عباده رضی الله عنه نشسته بودیم. فقال له بشیر ابن سعد، پس میگه بشیر ابن سعد رسول الله صلی الله علیه و سلم را فرمودند که امرنا الله ان نصلي علیک یا رسول الله. بشیر ابن سعد گفتن که ای رسول الله،
الله ما را امر کرده است که بر تو درود و صلوات بفرستیم. فکیف نصلی علیک؟ پس رسول الله گفتن چی طور ما به تو، پس اون بشیر ابن سعد گفتن که ما چی طور به تو رسول الله صلی الله علیه وسلم درود و صلوات بفرستیم؟ فسکت رسول الله صلی الله علیه وسلم، پس میگوید رسول الله صلی الله علیه وسلم سکوت کردند، خاموش ایستادند. حتی تمنینا انه لم یسأله، تا اینکه میگه ما آرزو کردیم که ای کاش رسول الله را این طور سوال نمی کرد. ثم قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، بعد میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که قولو، گفتن بگویید، یعنی که چی طور صلوات فرستادن را یاد دادن، گفتن بگویید که اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم. رسول الله صلی الله علیه وسلم اول این درود را فرستادن، یعنی که طریقه درود فرستادن، صلوات فرستادن را گفتن بگویید که اللهم صل علی محمد، ای بار الها درود بفرست بر محمد صلی الله علیه وسلم، و علی آل محمد، ای الله همچنین درود بفرست بر خاندان پیامبر صلی الله علیه وسلم، پیروان پیغمبر آل محمد، خاندان و پیروان رسول الله صلی الله علیه وسلم رو میگویند. کما صلیت علی آل ابراهیم، چطوری که ای الله جل جلاله درود فرستادی بر خاندان ابراهیم، و بارک علی آل و بارک علی محمد، ای بار الها برکت عنایت بفرما بر محمد صلی الله علیه و سلم، و علی آل محمد، ای بار الها برکت عنایت فرما به پیروان و به خاندان رسول الله صلی الله علیه و سلم، کما بارکت علی آل ابراهیم، چطوری که برکت فرستادی بر آل ابراهیم، یعنی به خاندان ابراهیم علیه السلام، انک حمید مجید، هر آینه ای الله جل جلاله تو حمید استی، یعنی ستودن و تعریف و توصیف زیبی تو است، مجید بزرگی و قدرت در دست تو است ای الله جل جلاله. بعد از این درود را فرستادن، رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتن که والسلام کما قد علمتم، یعنی سلام فرستادن را چطوره که شما خودتان میدانید، اما درود را گفتن به این طریق بفرستید، اما سلام فرستادن را خود شما میدانید. رواه مسلم، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کردگی است. این بود حدیث 1405 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1406 کتاب ریاض الصالحین، امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1406 کتاب ریاض الصالحینش میگوید وعن ابی حمید الساعدی رضی الله عنه قال، یعنی که از ابو حمید ساعدی رضی الله عنه روایت است که گفت قالوا یا رسول الله کیف نصلی علیک، اصحاب پرسان شدند که رسول الله چطور ما بر تو صلوات بفرستیم، چطور بر تو رسول الله ما درود و صلوات بفرستیم؟ قال قولوا، گفت پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت که بگویید اللهم صل علی محمد، ای بار الها صلوات و درود بفرست بر محمد، و علی ازواجه و ذریته، ای بار الها صلوات و درود بفرست بر همسران پیغمبر صلی الله علیه وسلم، و ذریته و به فرزندان رسول الله صلی الله علیه وسلم، ای الله جل جلاله درود و صلوات بفرست. کما صلیت علی آل ابراهیم، چطوره که درود و صلوات فرستادی بر خاندان ابراهیم علیه السلام، و بارک علی محمد، ای بار الها برکت عنایت بفرما، برکت بفرست و برکت بده بر محمد صلی الله علیه و سلم، و علی ازواجه و ذریته، ای الله جل جلاله همچنین برکت عنایت بفرما بر همسران پیامبر صلی الله علیه و سلم، و همچنین برکت بفرما به فرزندان رسول الله صلی الله علیه و سلم،
كما باركت على آل ابراهیم انك حمید مجید. چی طوره که برکت فرستادی بر خاندان ابراهیم علیه السلام، انک حمید مجید، ای بار الها واقعا تو حمید و مجید هستی. یعنی حمید بسیار زیبنده تعریف و توصیف و تمجید هستی، و مجید هستی که الله بسیار بزرگ و بسیار قدرتمند می باشی ای الله جل جلاله. این بود حدیث 1406 کتاب ریاض الصالحین. این حدیث را میگوید متفق علیه، یعنی حدیث متفق علیه می باشد. پس این آخرین حدیثی کتاب درود و صلوات بر رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. با همین کتاب درود و صلوات بر رسول الله صلی الله علیه و سلم به آخر رسید. چطوره که دیدیم ما در اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم هم فضیلتی درود فرستادن را برای ما و شما بیان کردن، و همچنین الفاظ و لفظهایی که چطور ما بر رسول الله صلی الله علیه و سلم درود و صلوات بفرستیم، اون لفظا را همچنین بیان کردن که امام نووی رحمه الله در زیر این کتاب اونها را جمع آوری کرد. با همین کتاب درود و صلوات بر رسول الله صلی الله علیه و سلم به آخر رسید. بعد از این کتاب الاذکاری، کتاب در مسئله ذکرها هست. انشاءالله کتاب در مسئله ذکرها را درس آینده شروع خواهیم کرد. پس این بود درس امروزهمان. با همین درس امروزه را به پایان میرسانم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.